یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونا، همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو. مادران دادخواه، مادران داغدار، شجاعترین زنانی که نماد مقاومت، ایستادگی و شجاعت در مقابل ظلم و سرکوب جمهوری جنایتکار اسلامی هستند. در این قسمت از برنامه علیه فراموشی یاد می‌کنیم از مادر جاویدنام ابراهیم کتابدار، بانوی شجاع سکینه احمدی. من سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار هستم. دادخواه خون فرزندم. پسرم را اینجا کشتند و من هر بار که به این خیابان می آیم فریاد می زنم از خون پسرم نمی گذرم. چندین سال از آبان خونین 98 گذشته و در این چند سال من برای 2 کودک خردسال ابراهیم خون گریه می کنم. گفتند پسرت تیر خورده. پا برهنه دویدم توی خیابون، دیدم قیامته. خودشان گلوله میزنند، مردم را میزنند، زنها را میزنند، همه را میگیرند. هر کسی که میگذشت را میزدند. ابراهیم را برده بودم بیمارستان شریعتی و وقتی رسیدم دیدم تن بیجان بچه مرا روی زمین روی سرامیک گذاشتند و هیچ کس هم توجهی نمیکرد. خودم را روی بچه هم انداختم. از من گرفتند و بردند به سردخانه تحویل دادند. به ما تحویل نمیدادند. 2 روز با گریه و زاری و التماس یا حسین میگفتم و التماس میکردم، زاری میکردم که بچه‌ام را کشتید، بدهید حداقل من او را به خاک بسپارم. در نهایت دادند. گفتند نه سر صدا کنید و نه کاری تا جنازه را بدهیم. شبها بچه هاش رو بغل میکنم و توی خیابون راه میرم و لالایی میخونم. این کلمات بخشی از صحبت‌های سکینه احمدی، مادر داغدار ابراهیم کتابدار در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران. ننسیم داغ دیدن ننسیم ciğeryanmış nənəsiyəm. Mənim uşağımı gülüləni vurublar ürəyinin başından çıxıbdır. 2 dənə uşağı vardır. Sevdam o soğgənd. İbrahim Ketobdar əlləri cibində çıxıb mağazasının qabağına, əli cibində heç yana getməyib gülülə ilə vurublar ürəyinin başından. Ey millət, mən bu dağı nəcir çəkim. Millət, mən bu dağı nəcir çəkim. Mən yaralıyam. ویدیوی لحظه تیر خوردن ابراهیم کتابدار در 25 آبان 98 به سرعت در همان روزهای اعتراضات سراسری آبان 98 در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. دوربین‌های مداربسته تصویر از جوانی 30 ساله ثبت کردند که نشان می‌داد مقابل مغازه خود در مهدی آباد کیانمهر کرج ایستاده بود که با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سرکوبگر حکومتی به قلبش بر زمین افتاد و در جا جان باخت. اما آنچه نام ابراهیم کتابدار را جهانی کرد، سکینه احمدی، مادر با شهامت او بود که تن به سکوت نداد و یک تنه خلاف خواسته های نیروهای سرکوبگر امنیتی حرکت کرد. اولین فیلمی که از او منتشر شد تکان دهنده بود. مادر دستهایش را در هوا تکان میداد و خود را معرفی میکرد و میگفت که پسرش را کشتند و حالا باید به چه کسی شکایت ببرد. او خود چنین میگوید: ابراهیم رفته بود مغازه و کاسب بود. با خانمش و بچه هاش با ما زندگی میکردند. زنگ زدم که برای نهار بیاید خانه. پدرش هم برای نهار دنبال او رفته بود. اما ابراهیم که از مغازه بیرون آمده بود، هر 2 دستش توی جیب‌هایش بود که گلوله را توی قلبش زدند. نه توی درگیری بود، نه ربطی به درگیری ها داشت، اما او را زدند. از زنگ من به ابراهیم برای نهار 10 دقیقه هم نشد که به من زنگ زدند و گفتند ابراهیم تیر خورده. به چه حسابی و چرا؟ بچه مرا چرا زدند؟
من شکایتم را نمیدانم به کجا ببرم. نه حتما من قانونی تکفیره رو بگاه، نه حسابا همه گاراجون گواهوندا این گناه منم بالامون قانون بردا تکفیره بردا منم بالامون قانون تکفیره رو گرفت. الله الله چند سال است که روز تولدت رو کنارمون نیستی. سودا و سوگند بزرگ شدند و هر روز دلتنگتر و بیتابتر از دیروز. الان به جای بوسیدن صورت گرمت سنگ سرد و بیروح گورت رو میبوسیم. نیستی تا بچه ها تو بغل کنی و ببوسی و ما رو از آغوش پرمهرت منع کردند. جون و قلب نازنین تو با ضرب گلوله گرفتند و زندگی رو از تو و از همه ما دزدیدند. اما حتی اگه جون منو هم بگیرند من دست از فریاد زدن اسمت بر نمی دارم. هر روز دلتنگتم، هر روز دلمرده تر از دیروز. امروز بیشتر. اگر الان زنده بودی تازه شمع 34 سالگی تو فوت می کردی. قاتلا توی 29 سالگی زندگی رو ازت گرفتن. بمیرم برای جوانیت، بمیرم برای جای زخم گلوله روی قلبت. سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار یکی از مادران قهرمان دادخواهی است که فرزندانشان را نه دشمن خارجی بلکه حکومت آدمکش و جنایتکار جمهوری فاسد اسلامی که دشمن اصلی مردم ایران است به قتل رسانده. اما او با شجاعت تمام سکوت نکرده و ما در کارزار علیه فراموشی صدای رنج دیده این مادران داغدار هستیم تا نام و یادشان تا ابد زنده بماند. علیه فراموشی. گلب سر تولدت بیچیمان خیرت بالا سلاندی بشیله بالا جان بشildi bizden duruldu eşeğin falan. یه روزی یکی شد من و تو راهمونو یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمونو یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو یه روز که آسمون جا بارون خون نباره